رسول معظم گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم چی زیبا فرمودند: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انما الاعمال بالنیات. یقینا دارمدار تمام اعمالها، کردارها، گفتارها تعلق میگیره و برمیگرده به نیت انسان. ممکن دوستایی که چی پیامی را میگذارن و چی کامنت هایی را میگذارن، اما نیت ما رضای خداوند متعال هست و کمک کردن به عزیزانی که واقعیت در رنج کم اقتصادی قرار دارند. از فرموده الله سبحانه و تعالی پیامبر رسول معظم گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شما داشته باشیم که هر انسان را انشاءالله اگر مثلا کمک کردن میتواند تایی که از کامنت های منفی خود داره بکنیم انسان گرامی. از این لحاظ من میشناختن از آدرسی که هر سال امتحان خود را باز هم داده بودم، از اون لحاظ مرا انتخاب کردن در این بخش. دیگر تشکر میکنم و من انشالله وظیفه ایمانی و وجدانی خود را در رأس انشالله انجام خواهد دادم. عزیزانی که میخواهند باز هم مپول ارتباطی قرار داشته باشم و کمکشان را به دست مستحقین و دوستان عزیزی که ضرورتمند هستند و اشد ضرورت دارند به اونها برسانم. انشالله شماره تماس ما در خدمتشان قرار داره. البته تماس میگیرن، پیام میگذارن، انشالله کمک کم بیش خود را در اختیار ما بگذارن و ما انشالله در اختیار و مستحقین عزیز قرار میدیم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.